سلام دوست من، خوش اومد به چنل سوبیکس. امروز من بهت آموزش میدم که چجوری با گوشی در دستت بتونی تامنیل راحت بسازی. تامنیل با این شات بدون هیچ سردرسری. پس ممنون میشم من سابسکرایب کنی و لایک ویدیو فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوست من، وارد برنامه این شات که شدیم، وارد برنامه این شات که میشیم، روی فوتو کلیک کنیم، روی نیو میزنی. اینجا در این قسمت حالا اگه تصویر داری میزنی روش اد میکنی، اگه میخوای بک‌گراند تصویر باشه. اگه تصویر نداری میخوای خود بسازی، روی بلنک میزنی و اینجا یه صفحه سفید میاد. گزینه اول، حالا تلفظش دقیقش نمیدونم، کنواس کلیک میکنی. اینجا سایز بنر دونم تست کنی. سایز بنر که نصب سایز تامنیل رو ببینید. سایز تامنیل یوتیوب 16:9 روش کلیک میکنید، روی تیک میزنید و الان این صفحه درست شد. الان صفحه آماده است. و اینکه حالا اگر هر تهی داری میتونی روش بدی. حالا مثلا برای همین ویدیو که من میخوام تامنیل بسازم، خب اول که روی بک‌گراند میزنم، مثلا میذارم پس زمینشا اینجا هر رنگی که دوست داریم میذاریم. پس زمینش هم میذارم روی این معمولی باشه. و روی تکست میزنم و روی تکست که زدم دیگه میتونیم برش اسم مثلا ببینیم چجوری تامنیل با گوشی درست کنیم. حالا در این قسمت که نوشتین تکست ببینم، در این قسمت بعدیش رنگ روی تکستش که باشه رنگ نوشتتون تغییر میکنه. روی بوردرش که باشه دورش عوض میشه که هر مدلی هر رنگ دوست داری میذاری. روی سومیش دیگه سایه میفته. بس مثلا رنگ مشکی انتخاب کنیم. ببینید با این میشه مثلا بیارش پایین تر سایه رو، با این میشه بولترش کرد، مثلا پررنگ ترش کرد سایه رو، و با این میشه حالت. ببینید الان این حالت پخش تره، تاره این واضح، یعنی سایه واضح افتاده، اون سایهش حالت پخشیدگی داره، مثلا تاری داره. و اینجا حالت چپ و راست میبری سایه رو، حالا از این سمت باشه سایه از این میذاری رو همه خودش باشه یخته. و گزینه بعدی اینم دور خط هست، یه نور میزنه، یه نئون مانند داره دورش. حالا ببینید پررنگ تر کم رنگ تر میشه، یه بستگی به هر سلیقه خودتون داره. در این قسمت هم لیبله، یه کادره که لیبل میذارین. من اصولا بیشتر لیبل دوست ندارم، لیبل نمیذارم رو تامنیلم. در قسمت آخرم ببینید پررنگ و کم رنگ شدن نوشتمونه کلا همه چیش، یا کم رنگی کم هر در حدی مثلا میخوام یه نوشته باشه اینجوری تو. خب میذارم واضح باشه رو صد. خب در قسمت بعد ما نیاز داریم به برنامه این عکس این شات. وارد گوگل کروم میشیم. وارد گوگل کروم که شدیم، روی نوشتش می نویسیم عکس این شات. عکس این شات بدونه البته میرسه عکس شات بنویسی یه سری دیگه عکس لوگوی این شات بدون پس زمینه، پشتی نداشته باشه راحت. ببینید الان این هست، همه اولیه. ما کلیک کنیم روش که کلیک کردیم رو صفحه که بگیریم
دانلود ایمیج میزنیم، صفحه ما دانلود شد. بعد میام داخل تایملاین دوباره و در این گزینه اینجا نوشته استیکرز میزنیم. استیکرز که زدید روی گالری بزنید. رو گالری زدید اینجا دو تا گزینه داره. من روی این میزنم که خودش ببره، که یعنی همچه که عکس انتخاب کنه خودش اتوماتیک میبره. حالا میزنید و برنامه این شات انتخاب میکنید، ببینید برید برام و تیکا میزنم و اینو کوچیکش میکنم. میزنم بالا، تصویرم برمیدارم که راحت تر ببینید. خب روی این گزینه که نزدم تامنیلمو مثلا اینجا می‌نویسم، اینجا میذارم تامنیلمو، اینجا دوباره می‌نویسم با این شات اینجا نمی‌نویسم و چجوری تامنیل با گوشی درست کنیم با این شات. حالا چیزا دیگه مثلا میشه گذاشت روی که بزنید، مثلا سابسکرایبی، مثلا گوشه تصویر میذاریم و نمیشیم با این شات. حالا اینجا مثلا میتونم رنگش عوض کنم چون اونجا که نشه با این شات بهتر تو چشم بخوره. اینجا مثلا رنگش بذارم تکستمون رنگش اینجا قشنگ شد. با این شات هم یخته بزرگترش کنم که چشم باشه. خود اپ همینجوری میزنم اینجا و یه خیلی راحت هم نویسیم و اینجا میذاریم. حالا این زیاد خفن نیست تامنیلش، ولی خب تامنیلیه که خیلی راحت و آسونه. اگه تامنیل خوب بخواد طرف، باید مثلا با برنامه پریمیر و با فتوشاپ اینا یخته دستکاریشه، یخته زمان میبره. ولی خب این برنامه دیگه همیشه راحت درست کرد، هم آسونه کار باش و خیلی کار دیگه همیشه باش کرد. مثلا فیلتر بذاریم رو، البته ما بک‌گراند نداریم، این فیلتر اینا رو بک‌گراندش اد میشه و یه تأثیری رو سیستم ما نداره. اینا برای ادیت عکس استفاده میشه، فیلتر اینا دیگه به درد کار ما نمیخوره. و اینجا دیگه همین خوب تامنیلش دیگه بزنیم چیز خاص کنیم نوشتیم با این شات چجوری تامنیل با گوش درست کنیم. خیلی بهتر میشه درست کرد، ولی خب سلیقه دیگه من اینطوری بلد بودم، یعنی کسی سلیقه واقعا داشته باشه خیلی قشنگ‌تر میتونه. من خیلی ساده، من کاری نکردم، خیلی ساده چیز نوشتم. خب اینجا مثلا میتونیم تو استیکر اینجا دو تا فلش بزنم که مثلا نمیزنم برعکس شه، اصلا خود رو شد بک زدم برگشت، نمیدونم برعکس شه و این از فکر نکنم فلش در زیاد قشنگ نیست. حالا این باشه فقط خوب. خب اینو دیگه سلیقه میگم میشه، فقط از این قسمت هم میتونیم خودمون دستی سرن فلش اضافه کنیم یا مثلا هر چیز دیگه. بازم دارم میگم سلیقه
هر جور سلیقش. حالا یه لایک هم ما بذاریم. لایک هم که بذاریم این بالا دیگه کار خاصی نمیمونه و تموم شد. تاملیل من دوستش نمیتونه. حالا بازم سلیقه‌ایه و هرچی هر جور سلیقش باشه میتونه درست کنه. خب شما روی اکسپورت که کلیک کنید و به همین راحتی تموم شد. رفت تو گالریتون و میتونید برگردید، دوباره برگردید روی درفت که بزنید ذخیره نمیشه، قابل تغییره. روی دیلیت که بزنید از اینجا پاک میشه. روی دیلیت که الان ببینید روی درفت که بزنم، دوباره رو فوتو که بزنم، اینه که کلیک کنم ببینید الان همون فایل من میاد. میتونم از اینجا حذفش کنم، روی سه نقطه بزنم و حذف و کپیا، اسمش هم میشه عوض. خب ممنون میشم تا اینجا ما رو همراهی کردیم. مرسی که تا اینجا ویدیو بودین. امیدوارم که از آموزش کافی برده باشین. لایک ویدیو فراموش نشه و اگه چنلمون رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید و یا علی مدد تا ویدیوی بعدی بدرود.